دوستان عزیز، امروز 15 اکتبر سال 2025 می باشد. قرار دارم در جمهوری اسلامی ایران در موقعش، من نمیدونم، حاضر پرسان میشم از آقای کابوسی که یکی از کارمندان ساحه کشاورزی، محقق کشاورزی انگور. ما به جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردیم با مقصد دریافت نمودن هر نمود نهال ها و انتقال دادن به تاجیکستان و دسترس نمودن به مشتریان و خواستگارهایی که میشنونن. و اینجا آمدیم در همین موقع انگور باغ دیدیم در میدان به آب، یعنی لالمی خودمون گفتنی گپ، و تاکوی رو دیدیم که نهایت غوث هستند، در روی زمین خواب هستند. این غوثی این رو بینید، این نهایت غوث هستند. حاضر ما اون طرفش گیرید خواستیم یک دو سوال تیم در روز است. بینید از یک جا برآمدگی است. 15 متر رفتیم. تو چند متر است؟ 15 متر. نه تو چند متر است؟ امین تا از یک توک چند متر است؟ تا 30 متر. یک توک تا 30 متر رفته گه. بله تا 30 متر. ریشش در یک جا. ریشش یک جا. 15 متر 15 متر. 5 متر 5 متر 10 متر 10 متر 20 متر 20 تا دو طرف میرفتن. دو طرف میرفتن. 2 تا 15 متر. در 30 متر دو انگور شنونده است. دورش است. یک ریشه. یک ریشه 15 متر یک طرف، 15 متر یک طرف. همدوران عزیز، این نوی که اینو کرده سودن، نمیدونم در تاجیکستان خیلی کنیم. این ببینید که ما در حد 2 متر در زمین های لالمیان در 2 متر یک تمیشنونیم و توکی ما خیلی بلند است. من دیدم توکی اینو بلندش هم دیدم، از زمین بلندش هم دیدم. توکی اینو یک کنده برآمدگی بلندش هم دیدم. رنگی ما است و کنده است و توک بلوش. این باشد دیگر رقم شنونده شده است. این ببینید که یک تا از اینجا کنده برآمدگی 15 متر رفته است. با این دفعه 15 متر این طرف رفته است. درست گفتم من؟ بله. و برگایش رو ببینید چه خیلی برگای تازه. برگای من سوال دادم، برای چی استاد اینجا سوال دادم، از آقای کابوسی دکتر میگن که برای چی استفاده میبرن. حاضر به من گفتن که در زمستان، در اول زمستان از ریشه از توک متر اینقدر میکوبن زمین رو. چقدرش رو چند میکوبید؟ نیم متر 40 سانت. 40 سانتی متر. برش رو چی؟ نیم متر 50 سانت. 50. فقط پیش ریشه رو یا که تمام همین دور؟ فقط کنار ریشه رو. دو طرف. درازیش چند قدر؟ درازیش چی؟ درازیش یک پهناش قطر دورش. بینید ریشه کنده نیم متر است، نیم متر اوسو دورتر، چون که ریشه نیم متر دویدگی است. درازیش 1 متر، پهمیش نیم متر، چقدرش 40 سانتی متر کوفته. در اونجا پروی حیوانی، پروی گو، ما پرو میگم کدرو، پروی گو رو در درونش چی آمیخته میکنید؟ فسفر، پتاس، آهن، روی، امافوس نیترامافوس که آزوت، کربامید، همه آمیخته کرده، ارالش کرده. چند به چند میاندازید؟ در همین یک چقوری کندگی چند قدر کوتو، چند قدر پرو از اون؟ تقریبا ما میگیم یه فرغون. یه هر کدوم چند سطل 10 کیلو؟ یک سطل 20 کیلویی. 20 کیلویی؟ آره. و چند گرم از این فوتوسیون و از اینا آزمایش میکنیم؟ خاک رو آزمایش میکنیم. آره. بعدش بر اساس اون اضاف میکنیم. این در هر یک چند سال یک بار؟ 3 سال 4 سال. 3-4 سال یک مرتبه هم خیلی غذا میدادن. هر سال نه، شما هر سال نکنید. در هر یک 3-4 سال یک بار غذا دادن در کار. و بعد از بالای برگش چی میپوشید؟ بعد اون قسمتی اول گفتید باید کود پوسیده باشد. من گفتم کود. بعد اینا رو چون اینجا آب نیست، زمین ها لالمی است، چون اینا نیست، آقا این صاحبش آقای رزجو، درست، ما بهش یک کود خاص، یک کودی میدیم، درست، با آب حل میکنه، درست، میپاشه روی اینا. نومش چی هستم کودتون؟ اون کود از استرالیا میاد، مگا کلپی. یک داروی هسته که از بالای برگ میچوشن، آبا از استرالیا میآوردن. خیلی محال من برای میگیرم. سال بعد میوهاش خوب میشه، برای سرما خوبه. ویتامین هست، مواد مختلف هست، اسید آمینه توشه، اسید آمینه هست، فسفر، پتاس، روی، منگنز هست و جلبک دریایی. در واقع یه ترکیب کاملیه. فهمیدم. در ترکیبش چندین میکرو بور هست و سینک هست و همش هست، آزوت هست. بعد اینجا بارانگری بسیار هست، نه؟ بارندگی هست 500 میلیمتر بالا. یعنی بارندگی هست، ولی در پاییز، زمستان و اوایل بهار، دیگه تابستان کم.
موبایلش رو هر سال چند مرتبه نرم میکنید؟ یک بار. موبایلش یک مرتبه نرم میکنه، زمینش سنگلاخ است، خیلی خوکش هم بسیار است و یکی سنگش هم هست. همونطور این انگور پروارای ما به نهایت انگور پروارای دونو داریم. تاجیکستان هم بهترین انگور پرورا هستن. من در اینجا یک چیز رو با شما قید کردن هستم که ببینید، یک چیز رو دیدم که کنده. آقا جان این تاک شما چند ساله است؟ نه بیایی برای 20 سال. 20 ساله بوده است. این کنده را ببینید، دو طرف رفت دیگه. این کنده برداره، این کنده ببینید، یک کنده این طرف، یک کنده اون طرف رفتگی است. از یک بی این طرف چند متر است؟ 5 متر این طرف است. 5 متر، 10 متر، 15 متر، 20 متر ادامه پیدا میکنه. 6 متر بوده است. بالای این کنده ها سنگ میمونن که شمال گذر شود. اونو ببینید، بالای کنده ها سنگ موندن که شمال گذر شود. من اصلا ببینید سنگ میذارن که با خاک اتفاق کنه هوا بشه. از خاک بالا میکنن که هوا گذره. از این بگیرید. من اینا ببینید، من سنگ موندگی. من ببینید سنگ موندگی کنده قوسش رو ببینید. این 20 سال گفتید 25 20 سال گفتن ها؟ بله 20. اینا ببینید همین چند متر است؟ این ممکنه بیش از هر طرفی 8 متر. حاضر حساب کنیم. من همین 8 متر بوده است یک طرفش. من از اینجا کنده میبرم. کنی کنده؟ الا کنده قوسش رو ببینید. کنده انگور ما قدر نیست. انگور چقدر کنده از قوس باشد همقدر انگورش با قوت میشود. 8 متر تو همجا رفته است. هرچند که گفتیم هر 3 سال یک مرتبه در اینجا تورو و دیگر مواد رو هر یک 3 سال میاندازن. هر سال جفت میکنن موبایلش رو و بالای برگ بسیارتر دورو میچوشن اینا. آقای کابوسی در ایران یا که در همین ولایت شما چی ولایت است؟ اینجا نورآباد. اینجا ابتدای نورآباد است. یک روستای به نام بلهزار. اول نورآباد ممسنی، بخش دشمنزیاری است. چند هکتار تاکزار است در همین؟ بیش از 10,000 هکتار در فقط همین ولایت؟ در این ولایت تا انتها 10,000 بدون آب. بدون آب اصلا. 10,000 هکتار در وای داشتن. اولین باغ در این منطقه مال آقای بابک رزجو است که این 15 هکتار هست. آقای بابک خوش آمدید به گروه انگور و باغ. ما گروه انگور و باغ داریم در تاجیکستان، شما رو نشان میدیم، معرفی میکنیم. ما تاجیکستان خدمتتون. بیاد از باغداران خوبه، هر چی ما میگیم اجرا میکنه. اقدامات علم فنی رو هر چی من میگم انگور پروری نمونوی. نمونه‌ای هر چی من میگم انجام میده. انجام میده. انا که یک سوال دیگر در همین ایران در شما از انگور رو به طرز تر و تازه میفروشید با چیزها آماده میکنن؟ نه، ما اینجا اول بخشیش برای آبغوره هست. غوره آبه. بعدش بخشیش که رسید این نوع انگور به همون شیره یا دوشاب میشه که شما گفت شیرینی میشه. درست. یه بخش هم تازه میفروشن. بعد یه قسمتش هم دونه هاشو خوش میکنن چون که بذر داره، تخم داره، دانه داره. ما میگیم مویز میشه. ما هم مویز میگیم. بسیار شیرین، بسیار مقوی، بسیار خوشمزه و ارزشمند است. حاضر من یک نمود مویز آوردم به شما نشون میدم، بها میدید که چی نمود مویز است. انشالله.